مشکلات معاملات غیرقانونی مورد نشاور همچون یکی از خطرهای جدی به گنفاند ملی در اصل 21 باقی مانده آن به وضعیت سیاسی دولت‌ها تهدید می‌نماید. میلیون‌ها نفر با سبب استعمال نمودن مواد مخدر اذیت می‌کشند. علمی طب ثابت نموده است که مواد نشاور به سلامتی انسان‌ها تاثیر منفی رسانیده آنها را به بیماری گوناگون مبتلا می‌سازد. تنها با راه بلند برداشتن سطح معرفت‌نوکی طبی و حقوقی اهالی گذراندن کارهای تربیوی و فهماندهی و مبارزه دست جمعانه پهنشوی مواد نشاور در جامعه پیشگیری و ریشه‌کن می‌گردد. این مبارزه تلاش‌های مشترک اهالی، هوشیاری و زیرکی سیاسی و همکاری متقابلا سودمند را با مقامات حفظ حقوق جمهوری تقاضا می‌نماید. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان شعبه‌ای کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده یک حالت قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد نشاور آشکار و پیشگیری گردید. ضمن چاره‌بینی با گمان دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد مخدر شهروندان اشمورودов شایمردان наркузиевич سال تولدش 1975 زاده و استقامت کننده دهه شلومی جماعت دهاتی نوآبادی شهر ترسونزاده بایقولов عادلجان عبدالرحمанович سال تولدش 1986 زاده و استقامت کننده دهه نورآبادی جماعت دهاتی جوره رحمانی شهر ترسونزاده و خدایبردیев جمعه‌نظر محمد رحیمович سال تولدش 1971 زاده و استقامت کننده دهه شیرین چشمه جماعت دهاتی 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده بازداشت گردیدند. همزمان در جای حادثه در حدود زمین‌های کارم دهه شیرین چشمه جماعت دهاتی 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده از مخفیگاه 3 عدد بارخلقه پلی‌اتیلنی با مواد نشاور در حجم مخصوصاً کلان دریافت و مصادره کرده شد. در رفت چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی معین گردید که اشمورودов شایمردان наркузиевич گروه متشکل جنایتی نشجالاب را تأسیس داده با استفاده از امکانیت‌های هممسلکان جنایتی خود بایقولов عادلجان عبدالرحمанович و خدایبردیев جمعه‌نظر محمد رحیمович منتظم خط سرحدی دولتی را غیرقانونی عبور نموده مواد مخدر را به طور قاچاق به حدود جمهوری ازبکستان انتقال می‌دادند. من همین 2025 سال همین ماه فеврал همین مالبازار برو اومدیم شاگردی شخص کتی توغری شدیم منده تکلیف کرد گفت که یک 70 کیلو چرس داریم هوای ازبکستان گذراندن در کار سر کیلوش در $150 وعده کرد من راضی شدیم جمعه‌نظر شخصیتی شناس شده بودم گذرانده میتیم گفت 20 مای زنگ زدیم بار تیاره گفت 70 کیلو رای میکنیم قابل گفت ساعت 9 آمدن بار آمدن رفتیم خواب کردیم. از روی نشانداد بازداشتشدگان معین کرده شد که اشمورودов شایمردان در اساس مسئولیت پیشکی با هممسلکان جنایتی خود خدایبردیев جمعه‌نظر و بایقولов عادلجان مواد مخدر مصادره شده را در مخفیگاه واقع در حدود زمین‌های غلازار دهه شیرین چشمه پنهان کرده مقصد داشتند با استفاده از تاریکی شب توسط منطقه آسیب پذیری سرحدی دولتی آن را به کشور همسایه انتقال دهند. شایمردان قطعی همین بازار دهقان بازار در شهر ترسونزاده با خوردن مصلحت را کردیم. اگر 70 کیلو چرس گفتم همین ازبکستان گذراندن در کار همین در کیلوش $150 خودمون میرسه. خبر من معقول شد من گفتم خیر بیشتر راضی شدم دیگه نزدیک خانه شایمردان رفتیم ساعت 8 بود یه زفیر آمد من گفت تا ماشین نفر بود و خودش ماشین فرامد کنون ماشین رو بار کرد همین چرس 70 کیلو چرس گفت با ما را عادل خطیبات ماشین های کرد شایمردان های کرد نزدیک خانهش دفر آمد و عادل خطیبات طرف سرحد رفتیمش چرسا را در درون گندم پرداختیمش. خدایبردیев جمعه‌نظر 20 مای در شب زنگ زد که عادل ماشینتون چخیر ساز اگر ساز باشه بیا یک کار هست چند سال میتی گفتیم و یکی گفت $1000 میتیم بیا گفت یک کار نقد هست گفت همین پیش جمعه آمدیم و یکی که ماشین نکش ماشین مدتی من یک جای میرم میام گفت ماشین باید دادیم و یک ساعت رفت یک ساعت پس آمد که بیا هایکینگ گفت کافه ما و ماشین ماده 70 کیلو چرس بگاج در جای کدایی بود خالطه یک روز پس با زنگ زد که پگه بیار گفت همینم مادر کمتر یاردم که طرفی ازبکستان میبریم گفت.
ташхиси ихтисосии шуъбаи экспертизаи суддии агентии назорати маводи нашоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуд, ки маводи мухаддири мусодирашуда навъҳои ҳашиш ва афюн буда, вазни холиси он 69 килограмму 665 граммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур аз ҷониби раисати тафтишоти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастасии моддаҳои 200 қисми 4 банди д ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад.